داشت میرفت به طور سینا برای مناجات. در بین راه یک کسی رسید، شروع کرد شیک کردن، التماس کردن و به تعبیر ما خیلی با یک ازولابه‌ای گفت من گناه کردم، گناه بدیم و میری از خدا بخواه از من بگذر. بعد گناهشو گفت بسته موسی چیکار کرده. از موسیم رفت و یادشان بود، عرض کرد به خداوند که آره این جلمه تو خلاصه گذشت به طلبا مشمول رحمت و مغفرت دارم. خطاب رسید به از موسی، هم بخشیدم، من بخشیدم فقط برو بهش بگو من از تو یک گله دارم، گلم اینه که چرا به تو گفت اینه، چرا به تو که تو مطلع بشی که هر وقت چشم تو بیفته خجالت بکشی. من نمیخوام به این که بنده من کسی خجالت بکشی.